در اواسط قرن سوم هجری خلافت عباسی با جنبش‌های استقلال طلبانه‌ای مواجه شد که ضعف سیاسی اون رو در پی داشت. پس از هرج و مرج در سامرا تا یک دهه بعد از مرگ متوکل 4 خلیفه کشته شدند و خلافت عباسی عملاً تکه تکه شد و سلسله‌های نسبتاً مستقلی توسط قدرت‌های نظامی محلی در جای جای سرزمین‌های اسلامی ظهور کردند. این جنبش‌ها در میان ایرانیان که از پیش منتظر فرصتی برای قیام بودند، با ظهور دولت‌های صفاریان، سامانیان و زیاریان به اوج رسید. سلسله زیاریان توسط مرداویج زیاری در شمال ایران تأسیس شد و در دوران اوج خودش هم تونست به مناطق مرکزی ایران مسلط بشه. تو این ویدیو میخوایم بپردازیم به سرگذشت مرداویج زیاری و ماجرای تأسیس سلسله زیاریان. اما قبل از اون ممنون میشیم با لایک ویدیو از ما حمایت کنید. مرداویج پسر زیار یکی از اهالی دیلم در شمال ایران و استان گیلان امروزی بود. از طرف مادری هم تبارش به یکی از اسپهبدان ساسانی در طبرستان میرسید. مرداویج در دوران جوانیش در خدمت علویان طبرستان بود و بعد از رشادت‌های زیادی که از خودش نشون داد به یکی از فرماندهان مهم علویان در زمان اصفار ابن شیرویه تبدیل شد. منتها بعد از مدتی بین اون و اصفار اختلافات بالا گرفت و باعث جنگ بین این دو در نزدیکی طالقان شد که با پیروزی مرداویج و کشته شدن اصفار همراه بود. مرداویج بعد از قتل اصفار اول به مطیع کردن ممالک سابق اصفار اقدام کرد و بعد برای گسترش مرزهاش کارگزارانش رو به شهرهای تحت هم فرستاد تا خراج جمع‌آوری کنن. تو این زمان امرای مناطق گوناگون هم رهبری مرداویج رو پذیرفتن. مرداویج به سربازانی که جذب سپاهش می شدن حقوق خوبی می پرداخت که باعث می شد عده زیادی برای حضور در لشکریان او داوطلب بشن. بخش عمده از این سربازان از طوایف گیلک و دیلمیان بودند. تو سال 319 هجری خواهرزاده مرداویج یعنی علی ابن عیسی طلحی برای گرفتن خراج به شهر همدان اعزام شد. در همین هنگام سپاه خلیفه عباسی به فرماندهی ابو عبدالله ابن خلف هم در این شهر اقامت داشت. در ورودی همدان شیر سنگی بود که مردم شهر اون رو حافظ و نگهبان همدان می‌دونستند. لشکریان علی ابن عیسی در ورود به شهر این مجسمه را شکوندند و از کوه به پایین پرت کردند. مردم همدان هم از این اقدام منزجر شدند و به حمایت از سپاه خلیفه در مقابل لشکریان زیاری پرداختند. در جنگی که رخ داد 4000 نفر از جمله خود علی ابن عیسی هم کشته شدند. سپاهیان خلیفه به عراق عزیمت کردند و بازمانده لشکر زیادی هم به نزد مرداویج برگشتند. مرداویج قصد انتقام کرد و با ارتش خودش به همدان برگشت. مردم شهر در غیاب سپاه خلیفه مقاومت کردند ولی یک روز بیشتر تاب نیاوردند و مرداویج با ورود به شهر خیلی از مردم را قتل عام کرد. المقتدر خلیفه عباسی با شنیدن اخبار همدان هارون ابن غریب رو با لشکر بزرگی به همدان فرستاد و در اطراف شهر دو سپاه روبروی هم قرار گرفتند که این بار دیگه پیروزی با سپاه مرداویج بود. بعد از اون مرداویج ابن علان قزوینی رو در رأس سپاهی به دینور در استان کرمانشاه امروزی فرستاد و اون شهر توسط ابن علان غارت و تسخیر شد. ابن علان بعد از دینور به حلوان یکی دیگه از شهرهای استان کرمانشاه لشکرکشی کرد و اونجا رو هم غارت کرد و بعد هم با غنایم و اسرا نزد مرداویج برگشت. بعد از این اتفاقات مرداویج با خلیفه وارد مذاکره شد و به خواست خلیفه نواحی متصرفی همدان و دینور و پیرامون اون رو تخلیه کرد و به نمایندگان خلیفه سپرد و به جاش از خلیفه خلعت و لوای حکومت بر نواحی شرقی جبال از شرق همدان تا ری رو گرفت تا به این ترتیب به حکومت خودش مشروعیت ببخشه. مرداویج لباس سیاه که نماد عباسیان بود را بر تن کرد و به خلیفه خراج پرداخت. مدتی بعد از این اتفاقات بین مرداویج و متحدش ماکان ابن کاکی که بر طبرستان و گرگان حکومت میکرد اختلافاتی پدیدار شد. تو سال 320 هجری مرداویج به بهانه شکنجه یکی از وزیرانش توسط ماکان ابن کاکی راهی طبرستان شد. اون همزمان پیکی برای برادر کوچکترش یعنی وشمگیر فرستاد و از اون دعوت کرد که به کمکش بیاد.
وشمگیر در ابتدا به علت اطاعت مرداویج از خلیفه حاضر نشد به اون بپیونده، ولی در نهایت در ری به اون ملحق شد. تو سال 321 هجری مرداویج به طبرستان لشکر کشید. گرچه منابع اولیه گزارش کافی از این لشکرکشی ندادند، ولی مسلماً نبردهایی بین ماکان و مرداویج ابتدا در طبرستان و سپس در گرگان رخ داده که مرداویج هر بار پیروز بوده و نهایتاً ماکان به دیلم گریخته. در ذوالحجه همون سال در حالی که شهر اصفهان حکومت بی‌ثباتی داشت، مرداویج لشکری به فرماندهی برادرش وشمگیر به سمت اون شهر روانه کرد و به سادگی اصفهان رو فتح کرد. بعد هم همراه با سپاه 40 الی 50,000 نفری خودش وارد اون شهر شد و در قصر احمد ابن عبدالعزیز که براش مهیا کرده بودن بر تخت نشست. خلیفه تا 4 ماه بعد از سقوط اصفهان سکوت کرد، اما بعد از 4 ماه ضمن تایید محمد ابن یاقوت به عنوان والی اصفهان به مرداویج دستور داد که اصفهان رو تخلیه کنه، که مرداویج هم بلافاصله شهر رو از نیروهاش تخلیه کرد و حتی منتظر نموند که شهر رو به حاکم بعدی تحویل بده. در نتیجه اصفهان 17 روز بدون حکمران بود تا اینکه در جمادی الاول سال 322 هجری خلیفه عباسی به قتل رسید و مرداویج مجدد به اصفهان برگشت. پس از اون مرداویج محمد ابن وهبان فضلی رو برای فتح شوشتر، ایزه و اهواز فرستاد. محمد ابن وهبان هم با موفقیت این نواحی رو تصرف کرد. بعد از فتوحات در خوزستان، مرداویج غنایم بسیار زیادی رو که به دست آورده بود بین سپاهیانش تقسیم کرد. تو این مدت که مرداویج طبرستان رو به مقصد اصفهان ترک کرده بود، ماکان ابن کاکی با ابوالفضل سائر متحد شد و این دو با هم در غیاب مرداویج به طبرستان حمله کردند، ولی از والی زیاری طبرستان یعنی بلقسم شکست خوردند و به خراسان گریختند. در نیشاپور به فرمان نصر سامانی سپاهی به فرماندهی ابوعلی چغانی از سوی سامانیان برای ماکان گسیل شد. بلقسم این بار هم ماکان و متحدان تازه‌اش رو شکست داد. لشکر شکست خورده سامانی قصد عزیمت به سمت دامغان رو داشت، ولی بلقسم راهشون رو بست و ناچار شدن به خراسان برگردند. در همین حال سامانیان این بار با لشکری به فرماندهی سپهسالار خراسان یعنی ابوبکر مظفر تونستن گرگان رو فتح کنن. مرداویج با شنیدن خبر سقوط گرگان سریعا عازم این شهر شد. ابوعلی بلعمی وزیر دربار سامانی در این هنگام نامه‌نگاری هایی با جعفر محلبی وزیر مرداویج انجام داد و سعی کرد از طریق جعفر مرداویج رو از حمله به گرگان منصرف کنه، ولی مرداویج با اطلاع یافتن از مکاتبات این دو نفر جعفر محلبی رو به زندان انداخت و اموالش رو مصادره کرد. بعد از اون هم به گرگان حمله کرد و با شکست دادن فرستاده سامانی گرگان رو مجدد فتح کرد. علی، حسن و احمد که به عنوان پسران بویه شناخته می شدن از فرماندهان وفادار به ماکان بودند که بعد از شکست‌های متوالی ماکان با کسب اجازه از اون نزد مرداویج رفتن و به لشکریان زیاری پیوستن. مرداویج در ابتدا از اونا استقبال کرد و شهر کرج رو به برادر بزرگتر یعنی علی سپرد. منتها خیلی زود به علی مشکوک شد، به این دلیل که میدونست اون فردی نیست که فقط به حکومت کرج قناعت کنه و رویاهای بزرگتری در سر داره. از همین رو از کار خودش پشیمون شد و طی نامه‌ای به حاکم خودش در شهر ری دستور داد مانع رسیدن علی به کرج بشه و فرمان حکومت رو از اون پس بگیره. منتها علی که به وسیله یکی از وزیران دربار زیاری از مضمون نامه مرداویج به حاکم ری آگاه شده بود، به سرعت خودش رو به کرج رسوند و کنترل شهر رو به دست گرفت. علی غنایم رو میان لشکریان تقسیم کرد و مردم شهر رو از خودش راضی نگه داشت. به همین خاطر مردم و سپاهیان در نامه‌هایی به مرداویج از علی ابن بویه اعلام حمایت کردند. مرداویج به شهر ری رفت و برای فشار وارد کردن به علی تهیه بودجه بخشی از سپاهیانش رو به عهده اون گذاشت. علی ابن بویه ضمن پرداخت حواله ها مقادیری پاداش هم بر میزان مقرر افزود و محبوبیتش کماکان افزایش می‌یافت. مرداویج افرادی را برای دستگیری علی فرستاد، ولی این افراد هم به علی پیوستند. علی با لشکریان اندکی تو سال 322 هجری اصفهان را گرفت.
منتها خیلی زود وشپیر برادر مرداویج اصفهان رو تونست از علی پس بگیره. علی ابن بویه این بار به سرزمین فارس لشکرکشی کرد و موفق شد این منطقه را تصرف کنه. حاکم عباسی فارس بعد از شکست از علی وقتی حمایتی از طرف خلیفه عباسی ندید، رفت به سراغ مرداویج تا شاید به کمک اون مجدد بتونه قدرت فارس رو به دست بگیره. علی برای جلوگیری از جنگ و بقای حکومتش فرمانروایی مرداویج رو پذیرفت و به نام اون خطبه خوند و هدایای گرانبها برای اون فرستاد و برادر خودش حسن رو به عنوان گروگان تسلیم مرداویج کرد. سرانجام مرداویج در سال 323 هجری و در حمام کاخ خودش در اصفهان به وسیله چند تن از غلامان ترکش کشته شد. در مورد دلیل این خیانت به مرداویج 3 روایت مختلف وجود داره. روایت اول از ابو علی مسکویه دانشمند ایرانی اون دوران به این صورته که مرداویج ترکان را خوار می‌شمرد و به آنان اعتماد نداشت و بر غلامان ترک سخت می‌گرفت. یک بار تنی چند از این غلامان که تا پاسی از شب سرگرم تیمار اسبان بودند با همهمه‌ای مرداویج را از خوابیدن باز داشتند. مرداویج بر آنان خشمناک شد و به فرمان وی آنان را افسار زدند و همانند اسبان در طویله بستند. این توهین سبب تحریک غلامان ترک شد، پس برای کشتن او هم‌آواز شدند. بعد از اینکه مرداویج وارد گرمابه شد، آنها نیز به گرمابه رفتند، به مرداویج حمله ور شدند و او را به قتل رساندند. دومین روایت که تو کتاب اوراق الصلح اومده به این صورته که مرداویج سپاهیان خود را به 2 گروه تقسیم کرده بود: گیلکیان و دیلمیان که هممیهنان او بودند و ترکان خراسان. مرداویج گروهی از ترکان را در لشکرش ارتقا داد و در نتیجه دیلمیان از او گله‌مند شدند. او در پاسخ می گفت من ترکان را برای پشتیبانی از شما آوردم تا پیشاپیش شما بجنگند و شما خواص من هستید. من از شما و برای شما هستم. چون این سخنان به ترکان رسید، برای کشتن او همداستان شدند و او را در گرمابه کشتند. اما اکثر مورخین از جمله ابوالفضل بیهقی پشت پرده این قتل را خلیفه میدونند. از نظر بیهقی مرداویج تو آخرین سال زندگیش میخواست به بغداد بره و خلیفه رو دستگیر کنه و بعد هم به قتل برسونه. به همین خاطر غلامان ترک با دستور خلیفه مرداویج رو به قتل رسوندن. علی مفرد مورخ معاصر در مورد مرداویج اینجور مینویسه که مرداویج در ابتدای به قدرت رسیدن لباس سیاه خلیفه رو میپوشید، اما بعد از مدتی ساز طغیان علیه او نواخت و به تاریخ ایران توجه بسیاری نشون داد و دستور داد همچون پادشاهان ساسانی برای اون 2 تخت، یکی از طلا و یکی از عاج بسازند و برای اطرافیانش تخت‌های از نقره ساخت. همچنین تاج کسری برای خود ساخت و قصد داشت با ترمیم ایوان کسری آنجا را پایتخت خود قرار دهد. مهرآبادی هم میگه که مرداویج قصد داشت تا بغداد رو بگیره، خلافت رو براندازه، دولت عرب رو از میان ببره، پادشاهی ایرانیان رو دوباره برقرار سازه و به یاد پادشاهان ساسانی خودش رو شاهنشاه بنامه. خلیفه که از پیشروی وی تا خوزستان بیمناک بود، تصمیم گرفت با میدان دادن به پسران بویه زمینه ضعف مرداویج رو فراهم کنه و در نهایت با استفاده از غلامان ترک از شر مرداویج خلاص بشه. بعد از مرگ مرداویج بیشتر مناطق زیر سلطه زیاریان به دست آل بویه افتاد و حکومت زیاری به منطقه طبرستان محدود شد تا سال 433 هجری که در نهایت این حکومت توسط طغرلبیک سلجوقی سرنگون شد. خیلی ممنون و سپاس از توجهتون تا انتهای ویدیو. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و میتونید اونو با دوستان و اطرافیانتون هم به اشتراک بذارید تا اونا هم این ویدیو رو ببینن. در انتها یک ویدیوی مرتبط با این ویدیو بهتون پیشنهاد داده میشه که اگر علاقه‌مند بودید میتونید اونو هم تماشا کنید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.